امروز به بازار محمدیار اومدیم. قیمتشون چیه اینا؟ 480 میلیون. قیمتشون چیه گاو گوساله؟ 450. طرف گوساله ها. خسته نباشین. مال شماست؟ چشم 250 تومن قیمت این گوساله است. به یک ویدیو دیگه از بازار خوش اومدیم. سلام خدمت بینندگان و سابسکرایبرهای عزیزم. امروز به بازار محمدیار اومدیم، واقع در شهر نقده و در این بازار یه دوری میزنیم و قیمت چند تا گاو و گوساله هم میپرسیم ببینیم وضعیت بازار چطوره. اما چیزی که توی تصویر میبینید بازار یکم خلوته، اینم چند تا دلیل داره. اکثرا تابستونا تو منطقه ما بازار همینجوری خلوته، اونم به خاطر اینه که مردم اکثرا کشاورزن و به کشاورزی مشغول میشن و خیلی از کار معامله مال و گاو و گوساله دست برمیدارن. آقا قیمتشون چیه اینا؟ 480 میلیون. خدا برکت بده. 480 میلیون. بخیر بادی واسونه. خب گاو با گوساله رو میگه 480. بریم ببینیم این ور بازار چه خبره. اینجا بخش گاو و گوساله است. این طرف گوساله، این طرف گاو نر. سلام آقا، خسته نباشی. قیمتشون چیه گاو و گوساله؟ 450. خدا بده برکت بهتون. ماشاءالله ماشاءالله. خدا برکت بده مالت. خب از بین دو تا گاو قبلی که قیمتشون پرسیدم به نظرتون کدوم بهتر بود؟ اینجا 480 میلیون و تا واسه این دو تا گاو و گوساله میگفتن. اونم اینجا تو ایران الان هر دلار هلوش 160 تومن هست. اگه از کشورهای دیگه داریم ما رو تماشا میکنید، خودتون میتونید حساب کنید که چقدر در میاد. سلام، خسته نباشید. قیمتشون چیه؟ بله 250. خدا برکت بده به مالتون. خب 250 تومن گاو و گوسالش. 250. اینجا اکثرا گاوهای قرمز رو میتونین پیدا کنید به خاطر طرفدارشونه. خب کم کم داریم میریم طرف گوساله ها. اما تنوع نژادی گاو و گوساله و مال تو ایران خیلی بیشتر از کشورهای دیگه است. من اکثر بازارهای کشورهای دیگه هم رفتم. اکثرا تو کشورهای دیگه مال سیاه پیدا میشه، اما اینجا هر نوع نژادی رو میتونید پیدا کنید. خب بریم این ور بازار ببینیم چه خبره. خب خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو ما رو لایک کنید و به ما انرژی بدید. حتما ما رو لایک کنید که اینم واسه ما یه دلخوشی میشه و انرژی بهتر و بیشتری میگیری برای ویدیوهای بعدی. خسته نباشین. مال شماست؟ قیمتش چیه؟ 200 تومن. خدا برکت بده مالت. 200 تومن قیمت این گاو. این هم خودش یه نژادی از گاو تو منطقه ما. اونو شیردهی خیلی خوبی دارن. خسته نباشین. قیمتشون چیه گوساله ها؟ قیمتشون چیه؟ قیمت 200 تومن. این یکی 130 تومن. این هم قیمت دوتا گوسالی که این صاحبش میگه هرفورد اصل. بله.
بله گوساله خوبیه ولی کسی نیست بخره دیگه. آره یکم بازار سسته خدا بده که برکت بده مالت کردم چشم فعلا خدا حافظ خب میدونیم مردم ایران واقعا با کشورهای دیگه با مردم کشورهای دیگه خیلی فرق دارن. شما تو این ویدیو میتونید به وضوح ببینید که چقدر مردم مهربانی و خوش سررویی هستن. من این میخوام ویدیوها رو اینجوری شروع کنم که قیمت گاو و گوساله ها رو بپرسم و از قیمتاشون شما هم با خبر بشین، میدونین که چجوری همراهی میکنن و آدمو با چه روی خوبی همراهی میکنن. بازار آره همونجوری که گفتم یکم خلوته، بریم یکم جلوتر ببینیم بازار دوباره چه خبره. خوشحال میشم که واسمون تو ویدیوها حتما کامنت بذارید. انتقادی بود چیزی بود ما را خوشحال میکنه که ما بتونیم ویدیوهامون رو اصلاح کنیم و مطابق میل شما ویدیوهامون رو بذاریم. خب این بره بازار انگار شلوغ‌تره. اینم واسه گوساله های نر. خب بریم قیمت این گوساله رو بپرسیم. اینم گوساله خوبیه، نژادش خوبه، جنسش خوبه، اکثرا طرفدار زیادی داره. دایی خسته نباشین. قیمتش چنده گوسالتون؟ بله 250 تومن قیمت این گوساله هستش. گوساله خوبیه قرمز. خدا برکت بده به مالت. بریم جلوتر ببینیم به نظرتون قیمت ها تو ایران چطوریه نسبت به کشور خودتون؟ میتونید حتما ارزیابی کنید ببینید بالاتره کمتره، اما بازار یکم سسته. یعنی گاو هست اما مشتری نیست. خب خوشحالم که تا اینجای بازار و تا اینجای ویدیو با همون بودید و ما را همراهی کردید. خوشحال میشم که ما را حتما سابسکرایب و ویدیومون هم لایک کنید. دستتون در نکنه و خدا همراهتون تا یه بازار دیگه. حتما کانال ما را داشته باشید.